بعد صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و به میان آمدن دیگرگونی‌های کلی جامعه رشدی با مرام خواجگی دهات نیز تامین گردیده. در این ردیف ماهی پروری همچون ساحه افضلیتناک به سمت استحصالات وارد گردید. توسط کمک و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصتاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که به ساحه‌های چاره‌داری، پرنده پروری، ماهیداری و امثال آن امتیازهای دولتی پیشنهاد گردید، بهره جلب و فعالیت باثمر صاحبکاران وطنی در احیا و رشد ساحه‌های ذکر شده شرایط مساعد به میان آورده شد. الحال در مقیاس ولایت 34 عدد خواجگاه‌های خرد و کلان ماهی پرور فعالیت دارند که در آن 7-8 نوع ماهی مطابق به اقلیم همان محل مورد پرورش قرار داده شده است. طبق معلومات آماری طی 6 ماهی سپری شده 447 تن گوشت ماهی استحصال گردید و این نشان داد نسبت به همین دوره سال سپری شده بیشتر ارزیابی می‌گردد. امروز توجه صاحبکاران به تشکیل خواجگاه‌های ماهی پروری افزوده است و از این نقطه نظر هم طبق دستور سپارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی صاحبکاران را در تشکیل خواجگاه‌های ماهی پروری با جدا کردن قطعه زمینی موافق برای حوض‌های ماهی پروری و حل دیگر مسائل مربوط آن مساعدت کرده ایستادند. مثلا در حدود جماعت وارخ شهر اسفره جمعیت مسئولیتش محدود افتخار تأسیس داده شد که فعالیتش به پرورش گلماهی نگرانیده شده است. در این زمینه‌هایی که ما ایستادیم بیکار خوابیده بود، ما دستور جناب بیانو به پیش گرفته همین جاها آباد کرده حوض‌های ماهی پروری تشکیل نمودیم. 4 سال باز می شود که در اینجا ما فعالیت داریم. سالهای اول سال مشکل تر بود. در اینجا ماهی ما اساسی ماهی گل ماهی پرورش داریم برای آنکه آب تازه و خنک همین موافقت میکند. طبق معلوماتی به ما رسیده مساحت عمومی حوض‌های ماهی پروری مقیاس ولایت الحال 393 گکتار را تشکیل داده. همزمان پرورش ماهی در محیط طبیعی یعنی کلها و آب انبارها نیز جریان دارد که مساحت خیلی فراخ دارد. امروز جمعیت مسئولیتش محدود کارپوراتی ماهی تاجیک در ناحیه‌های عینی، اشت، باباجان غفوروف و ناحیه جبار رسولوف حوض‌های ماهی پروری دارد و این از رشد فعالیتش درک می‌دهد. همزمان جمعیت مسئولیتش محدود رخشانی ناحیه اش نیست سال سال به افزایش تعداد حوض‌های ماهی پروری و حجم بیشتری استحصال گوشت ماهی نائل می‌گردد. البته ماهی پروری گرچنده که زحمت طلب و دارای نازکی‌های خاص خود است ولی ساحه بسیار سر درآمد و محصولاتش مورد طلبات دائمی قرار گیرنده محسوب می‌یابد. از این لحاظ در جایی که با مقصد تشکیل حوض‌های ماهی پروری صاحب آب و زمین گشته جداً با این کار مشغول می‌شوند، نتیجه ها نیز قانع کننده طلبات خواهند شد. موافق معلومات پیشنهاد گردیده امروز چنین خواجگاه‌های خرد و کلان ماهی پرور در شهر و ناحیه‌های اشت و عینی، اسفره و کانی بادام، جبار رسول و سپیتامین، باباجان غفور و ظفرآباد، دیوشتیج و پنجکین و شهر گلستان به قید گرفته شده. این ساحه با توجه و کمک و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مرام روی به رشد آورده ایستاده است. یعنی سال سال فراوانی گوشت ماهی در بازارها احساس و دسترسی مردم به آن بیشتر خواهد شد.